سلام و درود، وقت بخیر تماشابینان عزیز. در ویدیوی نوبتی تصمیم گرفتیم همراه دولتشاه در باره مزار هفت‌زمین برای شما نوار بکنیم. موافق اینفورماسیه که دسترس ما شد، یک بگیم اولیا یا یک بزرگواری در همینجا دفن کرده شدگی هم خیلی دولتشاه این اگرجدینی که دیواری محافظتی که در همینجا بنیاد شدگی ای چوب خور همین محافظت میکنه مزار همه ولی خدا یا که بزرگوار خدا را. این در نزد ما یک قبر کهنه فرو رفته، یعنی که گشتگی. خب ما با کدام خاطر دوستای عزیز به اینجا نوارکنی اومدیم؟ با خاطری که موافق گفتیم اینفورماسیه که ما در غلطید در همین مزار در نزد قبر همین بزرگوار، جای خوابی بزرگوار، میگه که یک کتابخانه بوده است. عموما بگیریم درست در مجموع همراه همین داملایی که در همینجا دفن شدگی همراهش در قبر یک چند کتاب بگیم گور کردگی بوده است، دفن کردگی بوده استند. خب دوستای عزیز، نمودار همین چقوری که میبینیم، همین تاریکی غار، همین آرامگاه خودی همو داملایی که در همینجا دفن کردگی هن قبری همو های شیردون میگن، چی میگن، لحد میگن. خب انا ترانشه یا که غار کندگی که بگیم سوال پیدا شود که چیه، حاضر دولتشاه درباره برای ما قصه میکنه. وقتی که مثال گور میکردن برای اینکه میگفتن مثال وقتی جا گور هم میموندن برای نشونه یکون غار هم میگفتن شاید همین غار نشونه رسته باشه و یک چوی ارچه که دیر میفتاد تای خوگده گور میکردن. اما وقتی کوفته میومن اون طرف غار دنو کچه میافتن کوفته به اون ارچه میان تا گوره درشی گوره خودش میواره. همین ارچه نشون گویه که گور در همینجا هست. همین خیلی سالهای پیش کارشون همین ترتیب قطعی بوده. چوی یا یکون چیزی که نپوسته یکی هم چیز صفحالی میموندن قد هم کوفته میان تای خوگه و جای درکشون میرسن. میتونم که پرا یکون درخت یا سنگ رو دارو یا اون میمونن رو بارو که ببینن میگن در فلان جا که مثلا در فلان دره رفتی یک سنگ کلنه راست براست همون چیزی ما مثلا گور کردگی میگن میکان میمونن. درست دوستای عزیز، خطا کردگی ممکنه درا باشه و پایین‌تر هم کندگی ان. اول اونجا را کندن، اول جا کندن نیفتن، بعدا دیمبورا یک کندن رفتن ما ارچش نکیفتن، ارچش در اینجا پرتوفتگی به تو خیلی وقت ارچه که در همی گور کردگی به در همیجا. خب دوستای عزیز، ای در دوره پیش ریولوسیا مردم دهه هفت‌زمین که از جهت علم دانش فرهنگ دهه بگیم پیشرفته تر بوده است، ای سببی که در نزدیکی شهرهای ابریشم ای شهرهای ابریشم دور نیست، با همون خاطر از جهت علم فرهنگ دانش مدنیت پیشرفته تر بوده است. بعداً وقتی که ریولوسیا غلبه میکنه در آسیای میانه، همین منطقه هم در تابع امارت بخارا بوده است. خب دیگه داملاها و دانشمندایی که در همین دهه های گرد اطراف زندگی میکردگی بودن روی شومی اورس نبینیم گفته رو به گریز میگریزن به طرف افغانستان و چیزهایی که لوازماتی که ضروری بدن همراه خود میبرن، باقی مانده ایش که زورشون نمیرسه در بگیم قبرستان ها یا در عموما در یگون جای دفن میکردن و چه خیلی که دولتشاه قید کرد دفن میکردن و یگون نشانه میگذاشتن. در اینجا نشانه گذاشتگیشون چوبه بوده است، چوب از ارچه. موافق گفته دولت ارچه چوبیه که دیر میپوسه در خاک تو 500 ساله باقی میمونه در زیر خاک. خب ای او طرف نشانه میگیره یگون غار یا سنگ یا یگون درخت کلان حجم براستی همون
میکنن بعد میگیرن. خلاصه که همو بزرگوارا و دانشمندا کتابا را چیزای درکاری که همراه خودشون بردن میبرن، باقی موندهش دفن میکنن، پنهان میکنن. و یک عرف عنعنه بده است که مردمی تا حال ادامه داره در قشلاق جایها. همین عرف عادت کلان سالا یک وصیت‌نامه دارن به نبیره و فرزندای خودشون، یگان چیزی که در کجایی که دیده باشن یا که پشت به پشت اولاد به اولاد نصیحت میکنن که ما ای فلان اولادیم یا که از کجا هستیم، از کدام منطقه دیگریم، چه خیل اومدیم، همه امیره وصیت میکنن. خب وصیت همو انسانایی که در اینجا کتاب گور کردن تا به نبیرهاشون میرسه و در سالهای ناآرامی یک 5-10 سال پیش بگیم ناآرام بود داخل منطقه. سالهای 2010 درست گفتیم، تخمین ما درست برآمد دوستای عزیز. سالهای 2010 نبیرهای همو انسانایی که در اینجا کتابا رو دفن کردن موافق به وصیت نامه میآیند. خب میکوان اول در پایانتر میکوان، اوجا پیدا نمیکنن. بگیم که همو چی میگن همو را خریطهشونه، خریطهشون نوتوغری میغلطه، کم و بیش یکون 20 متر نوتوغری میغلطه. در پایون میکوان، بعدن که نمیآوان چورا دفعه دیم ایجاره میکوان، توچ نمیآوانش. خب دوستای عزیز این همی خاک ریختگی شونه در همیجا، این همی خاک توپ ای داخل همی قبره. خب تماشابین عزیز، نمیدونم اگر شما که میترسین یا نمیترسین، من یک چیزی افتم ماننده با کلای آدم ماننده انیق استخوان سر آدم، اسکلتی آدم های. خب هی در اینجا هم استخوان های، استخوان پای یا که دست پرتوفتن. انسانایی که میگه همیجا را کندن، چیزا را گرفتن تا با آخر میگه زنده نرسیدن. از چی سببی که در راه ایبین رفتن خودشون مردن. خب البته این نورمتی نسبت انسان های استخوانای آدم برآوردن پرتوفتن در اینجا. نورمتی بد که دیگه کلیک دندوناش همچه تلو نیست. یا این دیمورا گور میکنیم پرتو به هر نورمتی که دیگه استخوان دیگه شاید که دیگه جایی استخوان نباشه. تمام اونجا دیگه نیست. هست؟ کلیک رای اما استخوان پرو میگیریم، همش دارم گور میکنیم، ایش هم میگیریم. این سخته پاش باشه یا پای انیق. دوستای عزیز، انسان هر قدر بالا میپریم عاقبت همین چیزایی، لیکن نه به زنده آدم نه به مردش باید که نورمتی کرده نشود. همچون شرف انسانی نباید زیر پا باشه، زیر پای گاو و مال و آدم دیگر نمودی جون داره. به همین خاطر دولت شوی تصمیم گرفت ای تایپو میبریم در همو گور میمونیم شون. این استخوان پای داملا بده است یا یگان آمی بده است که بزباله بده است، نه دولت. این استخوان پاشا ببین بزباله بده است، خیلی آدمی بزباله تنومند بده است. این کلاش هم خوب کلونه سرکجله. و تصمیم دولت شو استخوان را گرفتیم، مقصد که
در زیر پای گاو و مال آدم نباشند. ولی طور خوب میگرده و پر میشود. اما خیلی دوستای عزیز به نهایت مهربان، این بلودم میگه گورستانه. گورستانی اکی با مثلا بزرگورا موجود کردن گرچه اگرازین دوستایی اگر نه همش یک جایه تا اونا بلورا معلومه جوشون هست. یهش کدام میده است که گرچه سنگ چینده بودن سالهای پیش. سنگاتی خیلی ایشانی سنگا شوی هم از پرتستگیانه که هست. خب دوستای عزیز فقط از زیر پا همین مزارا، همین بگیم پیر میگن در مردم ما، جایی که بزرگوار خوب است همونجا را میگن پیر. اگرجدین گیردش محکم کردگی نوای در مجموع همین تریتوریا خودش همش قبرستان ای رفتگی هی با همو بیدوقتی بیدوی پیر. هرچند این سالهای اخیر هیچ کس زندگی نمیکنه دوستای عزیز، یکی دهه قدیمی و یک وقتا دهه خیلی آباد بوده است، موافقی که نقل میکنن ترقی کرده بوده است. فرهنگ مدنیت خیلی که گفتیم نسبت به دیگر دهه ها و دیگر مرکز ها پیشرفته تر بوده است. همینجا در درخت های بیدیکی است، ممکن 200 ساله زیاد عمر داشته باشند. خودتون خلاصه برورین دوستای عزیز که درخت های بید تاریخی چند ساله دارن، درخت های کهنه 200 ساله زیاد هستن کم نه. ایروی تخمین درخت های بید در سر کدام قبری شنوندگی بده هستند. ممکنه که کلو شدن بیدم بسیارش میپوسه کو یا در سر کدام قبری شنوندگی بدن. همین خیلی انانه هم است که در بالای قبر درخت میشونن، یا که میوه دینده یا که سوی افغان فرق نداره میشونده بدستن. و مثل دیگر تماشا میکنی دیگر مزارا و دیگر عزیزوار خداونده حتما یا یک چنار یا که توته یا یگون درخت توقی پیر هست. ممکن شما اینجا مول بسیارتر نه، ممکن هموار شده باشه. بله همین خیلی دوستای عزیز، همین بود نوار ما اویدی پیری هفتازمین در دهه هفتازمین معلوماتی که داشتیم به شما ارائه کردیم. دهه هفتازمین جایگیری در ناحیه شمس‌الدین شاهین ولایت ختلان جمهوری تاجیکستان. بسیار جای تماشاباب، بسیار جای پربرکت. اگر ای خونه فقط گوگیرد بگیری بیای برای علاو کردن گرم شدن تمام دیگر تمام میوه هست، گشنه نمیمونه. سوپرمارکتش هم کار میکنن. نوارای ما با ادامه داره، با همراه ما باشین. رحمت به شما برای دستگیریاتون، برای کامنتاری هایی که می نویسین، برای لایک هایی که میگذارین. این دستگیری شما هایی که ما را موتیواسیا میبخشه، ما باز کارهای ایجادیمون ادامه میتیم. دولت شاد هم یک تشکری میکنیم. خب در امان خدا باشین دوستای عزیز.